دوست عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشید، لباس عافیت به تن داشته باشید. امروز خواستیم شب نشینی کنیم با مهمان ما سنچل آقا، دیگه از قصه ها، سرگذشته، جوکا اینا با هم صحبت کنیم. شب طولانی است، خواسته که با شما ثبت برنامه داشته باشیم که شما رو از اون لذت ببرید. ما تنها نیستم، سنچل آقا با ما هست. سلام قند آقا، خوب هستی؟ بخیر، خیراتی هست، طرفات خیراتی هست، بخیر است. دیگه زنده باشیم. ما رو زنگ زدی، خوش شدیم. بیا که بریم با دوستا یک جا برنامه پر کنیم، شبم طولانیز بشینیم با هم دیگه. هستیم انشاءالله، در خدمت هستیم. چیزی که از توان ما باشه ما با شما هم کلام میکنیم، هم گفتار میکنیم دیگه. امیدوار هستم که از این برنامه لذت ببرید و حتی آخر برنامه با ما یک جا باشید. سنچل آقا دیگه خوش باشید. باش که یک سرگذشت باید قصه کنم. یک روز با مادرم میرفتیم بریم، وقت بچه 6 ساله 7 ساله بودم دیگه. رفتیم یک بار زن همسایه را دید در اون مسیر رفت. زن همسایه سبزیجات موز اینا گرفته بود دیگه. من نگاه میکردم سنوی موز نگاه کردم میرد. مادرم با زن همسایه صحبت میکرد. یه بار زن همسایه سنما نگاه کرد، گفته که بچه موز میخوری؟ مادرم گفت پیش از این که من آب بایمانی، مادرم گفت نه امیال که آمد خورد. اگه مادر همسایه را گفتم که دروغ میگه ما یک ماه میشه که هیچ موز نخوردیم. مادرم باز من رفتم که تو در خانه گپ میزنم. خیلی خنده دار، خیلی خنده دار کارایی کنی تا قند آقا. حالا که گفتی خیلی باش که ما هم یکی از خدا بگویم. این همه یک روز ما رفتیم که مادرم حمام رفتیم که امی عمومی که سینما دید گفت بابای این شوهرت است؟ گفت نه پسرم است. گفت چقدر بزرگ است؟ گفت نه ما هر وقت میره. مادرم گفت نه این چیزا نمیفهمم. گفت این چیزا نمیفهمم. عمومی یک رو با من گفت که چیز است، خشت نشان داد. گفت خشت است؟ گفتم بار دیگر پتو را نشان داد. گفت پتوست؟ گفتم ما یک بار گفت از این کدم و بابایش هم میاوردی کت خون. خیلی جالب سنچل آقا خیلی جالب دیگه. یک روز مکتب رفته بودیم که در صنفای 3 و 4 بودیم. یک صنفی ما خیلی تنبل بود خدا دیگه. معلومه درس که میره تو قضیت نمیکرد، آدم علت نمیکرد. باز استاد ریاضی ما که بود، یک استاد قار بسیار آدم علت میکرد که درس یاد نمیداشت. یه روز یک صنفی ما همونی که تنبل بود هر بار که استاد میامد اجازه میگرفت که من برم استاد دستشویی، اجازهش میدن. خیلی تو 3-4 ماه که تیر شد، 3-4 ماه تیر شد اجازه. یه روز واقعا دیگه دستشویی گرفته بود، واقعا دستشویی گرفت. یک بار استاد گفت اجازه است که برم؟ گفت نه اجازه نیست، تو دمه وقت میریم، هر وقتی که من میرم تو اجازه میگیری که من میرم. گفت نه امروز اجازه نیست. استاد در تخته درسا رو نوشته که سوالا را که یه بار که بوی میای کلگی گفت استا این چی بوید؟ گفت چیز که میبینم بچه از اونمون لحظه که بوی بود تا که مامانش این آمد. بعد از اونمون روز که رفت دیگه، بعد از اونمون بچه را کلگی چطل مردابا دیگه بدبخت خدا ریخی از همون سن رفت دیگه. خیلی برای ما جالب بود.
خیلی جالب خیلی جالب خیلی جالب. واقعا از خورترکی هرچی آدم بگوید کم است، واقعیتش کم است. ما اول ایره باید بگویم که مامانایتانه باباهایتانه تو قلبتان نگه داره. خیلی بودنشان یک سرمایه است، نبودنشان کلان ضرر است. خیلی دوستشان داشته باشید. کسایی که ویدیوی مرا میبینن لایک و کامنت با خاطر مامانای نازتان کنید. ما خورد بودم، مادرم همیشه وقت میگفت وقتی که جای رفته مهمانی اینا کوشش کو که اونجا نگی دستشویی اینا دارم. این رمز واره بود. قند آقا خواب گفتم باشه چی بگوی مامان؟ که بگو آهنگ داره، من دیگه خودم میدونم میبرم تو را دستشویی. گفتم باشه. یه روز رفتیم خاله اینا، شب شده، خب شیشتیم خنده و صحبت اینا مامان اینا کردن. زنا یک اتاق خوابید، مردا دیگه اتاق خوابید. یه بار من بچه بودم دیگه خیلی خورد، شک کردم با مامان، گفتم من با بابا میخوابم. مامان گفت بیا با من بخواب. گفتم نه با بابا میخوابم. گفت خب باشه برو. یه نصف شب شد مرا دستشویی گرفت. دستشویی گفتم بابا گفت بله بچه. گفتم آهنگ دارم. گفت حالا بذار با فردا بخوان. گفتم نه آهنگ دارم بابا. خب بیا یواشکی تو گوشم بگو. خب گفتم باشه. یه بار شاشید تو گوشش شاشید تو گوشش. حالا نمیتونست برا کتک بزنن، نمیتونست کار کنم. خب یک کار کرد که گفت با فردا باید گپ میزنم. خیلی کار داشته کردی. چی کار کردی بابای؟ سنگ چلاغا. خیلی خوب خیلی خوب. دیگه سنگ چلاغا شبم دیر شد، بریم بخوابیم. دوستان خدا کنه این ویدیو ما رو تا آخر بیننده باشین. منتظر سابسکرایب، لایک، کامنت، نظر بدین. ببینید شما بچه ها در خورترکی چیکار کردین. نظرهای شما رو خواهانیم. ببینید که از ما شوختر بدین یا از ما کمی شوختر بدین. چیکارا کردین در کامنت نظرهایتان رو بدید. منتظر حمایت های بیشتر شما هستیم. وقت حمایت کردیم ما را. لایک، کامنت، پیشرفت های زیاد از طریق شما دوستا شد. منتظر ما باشید تا برنامه های بعدی. شب روز خوش داشته باشید. سنگچلاغان رفت و خوابید. کال در گوش بابای خود دوباره. باباش هم نیست اینجا. در گوش من ایش خدا نکنه. شب روز خوش. الله نگهدار.